1366 نمود خنده است. خنده بزرگ خنده، خنده دروغین، خنده گریه‌آلود. این خنده دروغ خنده میخندن یک مدام که دروغ هم میخنده کو. خنده دروغینه. یکم خنده که اینا آدم‌ها که سرسومانه پول دارن میدونی چه خیلی میخندن. خیلی خیلی نمیخندن یا بازور. اینا خیلی میگه ساخته کارا نمیخیل میکنه. خنده است که اگه اون که پول نداره کو یعنی بی پول ورشه گشنه یکم تای درخت میره دست در کیسش میمونه و بعدن میخنده. یک هزار نمود خنده است در زیر. بزرگ خنده چگونه است؟ بزرگ خنده بازور میخنده. خنده گریه‌آلود است. همین گریه و خنده ایشانی که نمیتونه میگه که هست نمود خیلی نمود خنده است. یک خنده است خنده هندیانه یعنی که عاشقانه یعنی که عاشق با معشوق میخنده. این خیلی این خنده عاشقانه است. یکی در زندگی هزار نمود خنده است. خنده به حساب است. خوب خنده تشریف چگونه است؟ خنده ما اکا یا بارابول مرا پور یا بار التماس یا بارابول مرا پور ساکا چی شده است؟ یا بار ناستار پور ساکا آخه چی شده است؟ چرا گریه میکنی؟ یا بار می ناغزاکا پور دیا اولش با چی تاو احوالت چخیل تو چرا گریه میکنی ها؟ نپورس یا بار پورس اول مرا چی گپ شد آخه؟ چی گپ شد؟ گپ زن درست گپ زن؟ برای چه گریه میکنی؟ مرا از وظیفه‌ام سبک دوش کرده. چی وظیفه داشتی؟ چی وظیفه داشتی؟ قراول بودم قراول. ایها قراول من گمان کردم که قراول هم گریه میکنی اکا یا بار پرس که قراول کجا؟ قراول کجا؟ قراول کجا؟ قراول انبار چوب و تخته. آخر گریه نکن منه بین کارگر در کار انا کارگر در کار انا کارگر در کار انا کارگر در کار کمانا ها کارگر ها انا قراول در کار رحمت دیدی انا همیخیل شد با تو جواب را تا حرف فیه پر را از خود نکنی دیگر به امتحانی من ندارم. سلام علیکم معلم. سلام معلم مونم. خیر مون خوش آمدی. سلام علیکم. سلام خیر میشه درست هستی؟ چی هستی؟ رحمت خوش حرف فی از خود کردی یا نه؟ کنی فی گو کنی؟ فی نه کنی فردوسی گوی کنی؟ فردوسی. بارک الله فتیر بله نه افندی مشفقی بارک الله خانده دزن ولی آخرین کنی آخرین امتحان کنی پوف کن کنی همش دست کن بارک الله خانده دزن بارک الله همه خیلی ممکن دست کن تا زحمت نکشی راحت نمیبینی بله نه میش دست این برخالتر بچی وای خربوزه معلم گیر بخونت آبر من پاره مورا نمیگیرم معلم گیر از فلک خودم چیندگی. از کجا؟ از فلک خودم چیندگی ما فولیز داریم فولیز. خوش فدرم گفتن که بردم این خربوزه را با معلم
همچون شیرین کاما فدرکا کن گفتم با شرافتی معلم ما حرف ف را یاد گرفتیم. کی گفت فدرم فادرت فادرت چند ساله فدر من 55 ساله 55 منم 55 ساله سالم فلان سال فدر منم فلان اسم پیزله همین حرفی بایا پی نه این خیلی پی نه این خیلی پی شما چی خیلی گبین خودمون چی خیلی یاد گرفتید با زحمت زیاد یاد گرفتیم معلم. خوش من فدرم 200 فچکا گوگیرده فوف کرده بعد یاد گرفتیم. 200 فچکا گوگیرده فوف کرده نه گفزم برای چی دیگه درس من آمدی؟ نه ما معلم برای چی مواجه میبینیم برای چی دیگه درس من آمدی؟ گفزم برای چی دیگه درس من خواه و یک بار دو بار ما چی مکیه دستیم ما میزور دستیم پرتوره دستیم برای چی دیگه درس من آمدی گفزم خواه نه یک بار دو بار سه بار ما درس هاشی معلمی نکنم اینجا چی با درس من آمدی گفزم آخی معلم دینه کارات اینجا بیا جل ندانی باید تو چند باید تو یک فهمیدی اما با نمیگیری من نه عاطف نترسم نه اکل من اگه کس نمیترسم فهمیدی گپ داری نداری بوسو بیس کانگاز کی نگم زده استم برای چی دینا درس من آمدی خب ولی گپ نزد ولی من سوال بده با گپ زد فهمیدی برای چی دینا درس من آمدی گپ زد خب ولی گپ نزد برای ولی جما سوال نته با شما گپ بزنه یه جما معلم تو ما گپ نپسم گپ نزد کنی گپ زد برای چی دینا درس من آمدی ولی گپ نزد ولی گپ نزد او برای چی دینا درس من نآمدی گپ زد نترسی خب ولی گپ نزد که من گفتم گپ بزن با گپ بزن فهمیدی؟ گپ زن برای چی دینا درس بالا آمدی ولی خب ولی خب مونه خونه گفت گفتی کنی گپ زن برای چی دینا درس بالا آمدی گپ ولی خب گپ زن برای چی دینا درس بالا آمدی خب ندونی باید تو چند نه ندونی ما یکان کس نمیترسم گفتم کو گپ داری یا نداری گپ داری خب گپ داری گپ بزن خب گپ بزن گپ گنگی میترسی خب گپ بزن نه گپ بزن گپ ولی گپ نزن نه پشیستو آخه اما شما چی خیلی بفهمونم شما ترسی سخن کردن نمیتونه گپ بزن برای چی دینا درس من آمدی گپ بزن میدونی با تو چند؟ میدونی یا نمیدونی؟ آخه با تو یک فهمیدی؟ میترسی گپ بزنی که با شپالا خم میخوری برای همین گپ نمیزنی وقتی که من در آمدم حتی از حالا با جواب نمیدی حفظ خرگوش شما نه میستر بین با خطا میستر بین نگیری تو چی من شما میترسم نه من شما میترسم گپ زن برای چی دینا درس من آمدی نه من چی برای چی دینا درس من آمدی برای چی؟ کنی گپ زن برای چی دینا درس من آمدی گپ زدن میتونی میتونی گپ زن برای چی دینا درس من آمدی دینا بایی گپ زن برای چی گپ زدن میتونی
گپ زدن بتونی کنی زبان تا برو نه برو گپ زن برو چی دیدن درس من آمدی گپ زن گپ زن میشوگر خبقو تا ندوز که مش خطی میزنم موزی تن تا گیس که فقط انا که گپ زن برو چی دیدن درس من آمدی گپ زن میگم برو چی دیدن درس من آمدی گپ زن گوش میکنه گوش میکنم توقت میکنه دینم نه ما نفهمیدیم شما یا وقتی که گشتو مرا نگاه نکه طرف پیش نگاه گپ زن برای چی دیدن دست من آمدی میترسی نه گپ زن شما گوش میکنه گوش میکنم دوست عربیه نه گپ زن آخه دینم ندانی برای تو بای تو چند بای تو یا فهمیدی من اگان کس نمیترسم ایام خردسالی خود را یاد دارید و میتوانید امروز یگان لحظه خاطرمان را باز هم برای ما برای تماشابینان قصه بکنید یک در سال پیش مایده بودیم همراه برادرام در همون حولی که خونه ما بود یک درخت زردالو بود زردالو کم کم پختگی بود اتم در همون خونه که پیش زردالو است اونجا خوب بود گرمی روز بود این قطعی اکاش و قطعی بچه‌های امکیش همه توفلی قطعی و کلوش قطعی یک زردالو بود در اون بین اولی هم میزنن همون را بعدم توفلی تم خطی همین زردالو را زدن گرفتیم تاپ همین زردالو میقاده در بوله شیفون میزنن و تم بیدار شد یک بار انا آگاهشون کردم که نکنین همی کارا با همون غلطیده استفاده بدم که دوم بار همی کارا کردن از اول زیادتر کردن بعد در قهر شدم دیگه با در نینه بعد با هم تریزا پریدم همین و تم بیدار شد همین تریزا پرید سر کرد ما را پیش کردیم تته ما انارو داریم بوغم یعنی شما با برادرتون ما اکای خلیلم فرهادی دادارم همین تته ما زردالو و تته انارو گریختیم با خونه اوسر تو خیلی رسید که قبیدم ما بچه جوان دویدیم رفتیم یک نیم ساعت پس با یک چرزنی دیدیم نیستم با اون تته زردالو بوسی کسم تکا و سوستا پیش کم و قفوش دادارم بده بعد ما قفام خیلی سوستا با اون که زردالو میزنیم اومدیم که بعد در پس یک درخت پنهان شدیم که با گشته اومدم بعد اکشاو بود یک دو کسی گرشه داشته گرفتم اکم خفی گفت که ما پدرتون میشم آخه شما اخل دارین بیا که نه میگریختن گفت نگریزن آخه ما پدرتون میشم آخه ما میسوانم آخه ما چی به شما رو میزنم ما شما رو نمیزنم ما شما رو نصیحت میکنم مایده قتیم خوب گفت آورد پیش شوشخونه و گفت که شما ایسون هستین آخه وقتی خوب هم زردال میپزه بعد میرم میگیریس آخه همون کارم تو توفلی موز مساعدی یک دم میرم درس توفلی درام کشال خورا کی میگیره آخه عقل داری بعدم پیش تری زدن همین نمکای دورو پیش در پچکا بودن کلون بودن سخت نمک سخت خیلی پچکای نمک بود بعدم یک نمک گرفتم بعدم واکش زدم یک تا همین دون در سر پری نمک شد دودار من زد مرا نه میزد که من تای دستش گرفتم این شور بود ای وقتش گیر قپیده نمیشه این با کجا گریخته رفت قپیدهش نتونستم گفتم برو اومدم طرف یا مکتب پیش خونم بودم مکتب گریختم رفتم بعد خیلی زردی من خوب این دورتر گریخت بعد اونجا خیلی بعد دستم اشاره کرده گفتم خیلی زردی من خوب ولت را میقبم خیلی بعد دیر اومدم ساعت 10 گردی خونه در گشتم کردم گفتم که خوب بعد اومدم قهرم خاموش شد بعد دیدمش با خندم اومد با تمامی همون گناهش او را زدن نتونستم اما خیلی در نظرم میگفتم که این را زدن ممکن نیست هیچ خیلیه که را زدن نمیشه خب تشریف این لحظه میتوانید یگان نقش را آفرید یا اینکه کسی را تقلید کنید برای تماشابینان این برای سنجیدن هنر شما نیست تنها به خاطر رنگ و رنگ نمودن برنامه و به خاطر شاد گرداندن تماشابینان از برنامه های تلویزیونی سفینه و مخلصان شما که همشون در اینجا جمع آمدند سلامات باشید در این نبانم من برای برنامه جلوه هنر برای مخلصانی که در طریق وینه نیلگون میبینن و برای اون مخلصانی که در اینجا جمع اومدن برای دلارای عزیز یک لحظه یک صحنه است درباره مردان بناموس با عبارت دیگر 100% زن کلانه ما مردان بناموس دیگر زنمان نمیترسه مثل ما مردای زن کلان نه تالار بسیارن مردان بناموسم غمخوارم و دلسوزم
با صابون زنهامون ما جامه نمیشویم. مثل آخرش زرینه درباره زنها است که زنها را بسیار تعریف کرده است، بسیار معنادار. در خانه هر یک مرد زن زیبی دیگر دارد، در خانه هر یک مرد زن زیبی دیگر دارد. زهر است اگرچه زن این زهر شکر دارد، زهر است اگرچه زن این زهر شکر دارد. مردانی به ناموسم غمخوارم و دلسوزم، مردانی به ناموسم غمخوارم و دلسوزم. خب بودن لحظه هایی که من از کسب انتخاب نمودهتون از همین راهی پیشه کردهتون بوری پشیمان شده باشه؟ زرینه بانو پشیمان نبودم و نشدم. یک لحظه بود که یک لحظه دلم آزرده شد. یعنی یک چند روز پیش بچه‌م کسر شد، آوردمش بیمارخانه پیش یک دکتر دندان. من حاجی زیارت شو همونجا پسر ما یک دکتر یک طبابت کرد و یک مسافر اشتگی بود، مسافر نورانی در چشمش عینک داشت. بعد وقتی که پسر ما طبابت کرد من خیست میجام که مسافر چیز، بعد گفت که بابای ترشی این بچه تو نه؟ گفتم آه. بابای داملا گفت که خیلی خدا من بچه تا تحویل بتاوه دیگه، بچه تا توفیق بتاوه کسبی پدر نگیره. بعد کم ترزیق شدم خانه‌ای که نسبت مسافر بعد ما مسافر گفتم، یعنی آزرده گشته. کم در دلم زیق شد و نگفتن نموند که من از این کسبی انتخاب کردم، پشیمان نبودم، نیستم و نخواهم شد. برای زیرا که این کسب نان من است، جان من است، حیاتی من است، زندگی من است. من این کسب رو خیلی و دوست می‌دارم. تمام مردم گفتنی را دارم که انا بدون این کسب خود تصور کردن نمیتوانم، زیرا که کسب من دوست می‌دارم. زرینه تشکر، سلامت باشید.